عجیب. این آشی سمرقند آشی نوروزی است. پر از رنگ و پر از ایجاد و پر از خوش و خورسندی و آزادی باشد. خب با ها که هنرهای آورده هم دیگه رو هم بلند شد. بسیار قلبم خوشحال شد که هم خیلی هنرمندی چند خصلت به جدا میشد. هنرمندی اصیل، هنرمندی نو، جدید. بعد هنرمندی ها بود تقسیم میشد به مردمه و زنونه. هنرمندا مثلا کارهایی هست که مردم میسازن، کارهایی هست که ضعیفا میسازن. من مثلا لباس و سازنی این رکن قدیمه خودش داره 5000 ساله. 5000 ساله. 5000 ساله. و همین در سازنی همون زمانی دوران آریایی ها اینجا وصف شده. ما که زمانی آریایی و توجه داریم و مهر پرست بودیم. مهر پرست این یک چیز بزرگ است خودت. مهر هم مهر گرم انسان با انسان است و مهر باز آفتاب است که آدم گرم میکنه. و من گمان میکنم که همین دوره ها خودش بازگوی همون دور است و برای چی آنها باز دوره است؟ برای آنکه چیزی که دوره هست مکمل پخته پره هست، یعنی بیکم بودی. بیکم بودی آفتاب است، بیکم بودی زمین دور شکل، بیکم بودی خدا است. و حتی خدا هم میگویم که من همین رمزی دوره سخت وابستگی دارد. اکنون اینجا با مثلا ما سوزانی ها منو با قسمتش استفاده میبریم در نمایشی دیگر محصولات رو من همراه میکنم. مثلا اینجا دیده ایستاده که همین دوره ها همین سوزانی ها باز در داخلی کیف های گلدازی شدگی در چرم حتی استفاده میشه. بعد این لباس من فکرم همین خیلی لباس تمامی دنیا لباس ملی دوست میدارند. لیکن همین لباس ملی ما جامعه و جامدان گفتنی از ما فارسی برآمدگی. جامعه در داخل جامدان یعنی که جامعه جا دارد، جامدان است، جاش جامدان است. برای همین هم من همین بسیار وقت در همین جاده با مردم زیاد بحث میکنم که اساس گذار لباس ملی مثلا بالا پوشت، قباها و من این خیلی جامعه ها این میراث آریایی ها هست و در لباسشون همین چیز هست. قسمت انمو لباس آریایی هندو ها گرفتگی و حتی همین سلامشان هم که هم میکنن این سلام آریایی هست، از آریایی ها ماندگی. همین فیلم های هندی هم تماشا میکنید، اگر تاریخش تماشا کنید میگوین خودشان که این چیز آمدگی از آریایی ها. وقتی که من در همین دیوار نگاره های تخت جمشید همین دیدم که پیش شاه بامدن که میکنن این چی باشد، برای چی که میکنن، این سلامشان هم تو بوده است. و همین ها تجسمگری همون اون آداب و رسم و اصول و معرفت مردم ما تجسم می‌یابد در سوزنی های و در هنرمان و در لباس مردمی فارسی گویان تاج مردمی تاج. خب اکنون ما اساس گذاری زمانی سعودی ها هستیم که پایتختش سمرقند است. ما اساس گذاری زمانی بختری ها هستیم که پایتختش پایتخت همین خراسان بزرگ در افغانستان امروز است که اون منطقه ها تاجیکستان تعلق دارد. خب اینجا برای بچه ها ما آوردیم پشتک های خاکی، برای که در همین پشتک 4 عنصر هست، هم خاک دارن من میتوانم گرفتن؟ میتونید یک بار پشتک کشید. این بچه ها با در عید نوروز میدادن. من از این سراخش از اینجا این برای بچه ها در وقت نوروز بیاین خانه به خانه. مثلا من همینا دوست میدارم،
من تخم میتیم پشتک میتیم بعد من میگن که فلان خانه برا اونجا به هم تخم است بعد پشتک است بعد پول هم میتیم. همین سوزنی ها من گمان میکنم که بیگزن ماندنی لاله های بیگزن ماندنی آفتاب همه امن وصف کردگی هنرمند که به مردم چشمش آب تیاد و همین چیز مثلا هم تو عویزان میکن علاقه دلتون کشوده میشه. بعد این چیز یک سپر است و میراثی خاندان از طرف کیلین و طرف مرد است و در سمرقند سوزنی سفید میگویند. این آداب است که مثلا همین کدام عروسی که خاندان شوهرش میرد باید سپرش همراهش برد بعد ان همون سوزنی ها سپرش بعد سوزنی سفید در سمرقند و گمان میکنم که همین سوزنی ها بعد همون آمدن عروس با همون سوزنی یعنی انرژی که همون خانه تازه کردنش است و هر زمان همین آدمی نو خاندان نو برفتگی باید احتیاط کردنش در کار. سوزنی در آداب سمرقند از اول تا آخر در حیات انسان هست. تولد میشد گهواره پوشش سوزنی، وقتی که عروس میشد سپرش سوزنی، وقتی که از جهان میگذرد بالای سوزنی نوروزتان مبارک شود، هر تخمکاتان قطارک شود، شادی هاتان از بعد زیادتر شود و همه وقت همین خیلی شاد و خرسند همین نوروزهای گذرانده گشته مردم خرسند کنیم. نوروزت مبارک شود. تشکر. نوروز شما هم مبارک شود. حاضر. دوستان عزیز، نوروز در اوهایو، نوروز فارسی زبانان در اوهایو شروع شد و ما در یک رستورانی بسیار هم زیبا منار هاوس قرار داریم و در این بزم نوروزی نمایش هنرهای مردمی تاجیک تشکیل کرده شده است. نوروز شد و جمله جهان گشت معطر از بوی خوشی لاله و ریحان صنوبر. دوستان عزیز، شما میدونید که سوزنی یکی از بخش‌های اساسی فرهنگی مردم فارس و تاجیک است و مردم در سوزنی رازهای خود را، آرزوهای خود را با سوزن انعکاس می‌کردند. تشکر زیاد. نوروز مبارک. خودتان معرفی کنید. من بیژن چیتساز. تأثیرات نوروزی شما چی است؟ چی هم؟ تأثیرات نوروزیتان چی است؟ والا فکر راجبش نکردم، ولی خیلی خوشحالم که اینجا هستم توی مراسم قشنگ. با مرحمت. این خالیا و این چیزای بافتنی رو که میبینم واقعا لذت میبرم. خب با مردم فارس، با تاجیکان دنیا چی تمنیات نوروزی میکنید؟ والا همیشه خوشحال باشن، سالم باشن، بتونن بیان جاهای دیگری که تو کشور خودشون ممکن نباشه ببینن. من الان 43 سال تو این کشورم و جاهایی هست که آدم باید بیاد ببینه و امیدوارم که سال خوبی داشته باشن. ما تاجیک‌ها رو خیلی دوست داریم، واقعا دوست داریم و امیدوارم من بتونم برم تاجیکستان رو ببینم. نوروز مبارک. همچنین. ممنون. تشکر. خواهش میکنم. خب در جشن نوروز همچنین آرایشاتی
زنان تاجیک از منطقه های گوناگون به نمایش گذاشته شده است و همچنین یکی از عنصرهای مهمی صنعت دستی مردم این انعکاس نمودن انار است و زیرا انار رو میگویند آن رمزی برکت و فیض و برکت و خوشی در زندگی انسان و سیر بچگی است. برای همین تاجیکان در هنری دستی خود در سوزنی های خود انار رو استفاده میبرند. این سوزنی ها رو بینید، هر یک این سوزنی ها با زخم سوزن با مهنت خیلی زیاد آماده شدند. خانم زیبا، نوروز مبارک. نوروز مبارک. شما مبارک. چی تمنیات نوروزی دارید به تاجیکان جهان؟ جانم؟ چی آرزوهای نوروزی دارید به تاجیکان جهان؟ آرزوی پیروزی میکنم. خیلی خوشگل. آرزوی پیروزی میکنم برای تمام ایرانی ها و فارسی زبان ها در تمام دنیا و مخصوصا ایرانی ها الان در ایران. امیدوارم که نوروز پیروز موفق باشید، آزاد باشید. امید آزادی. نوروز این جشن آزادگان است، بله، جشن آزادی بله. هست، و جشن همیشه نو. همیشه بله. جشن نو. بگذار زندگی همه نو و آزاد باشد. انشالله. برای همه نوروزتان مبارک. نوروز شما مبارک. خجسته. مرسی. این بوی گل چقدر معطر است. این خوان نوروزی است. خوان نوروزی مردم ایران، تاجیکان، شیرینی ها، این خوان نوروزی. کتاب این شعر از کتاب خزان در بهار سروده خودم هست. دخترم زمانی می نگارم این سطور را که تو در مسیر بلوغی، کنون با عروسکی دلخوشی و نمیدانی چه خیمه شبازی برپاست. دنیایی که من اکنون در آنم از هجرت پرستوها خبری نیست و بوی کاهگل رایحه دلانگیزی نیست. عقاقی‌ها را مفهومی نیست و به قامت سروی کسی خیره نمی شود، زیرا آزادگی در تهی دستی نیست. تشکر. نوروز مبارک. نوروز مبارک. خواهش می‌کنم. سپاسگزارم. تشکر. این تاجیکانی گذری اوهایو است. السلام علیکم. نوروز مبارک شود. تمنیات نوروزی شما چی است؟ تمنیات نوروزی ما همین پرسانه این همین است. وقتی که آدم به اینجا دعوت می شود، مردم زیاد هم می‌بیند همزبانان هستند، زیاد فارسی زبانان هستند، از خود ایران هستند، البته ما از تاجیکستان، بعد تاجیک‌های زیاد از سمرقند هستند و تشکر می‌گویم به اولیان گفتنی هستیم که هر روزتان نوروز باد، نوروزتان پیروز باد. تشکر زیاد. نوروز مبارک.
ببینید جشن نوروز یک جشن پرشکوه است. عالم جان اکا تمنیات نوروزی شما چی است؟ تمنیات نوروزی من بسیار من امروز نهایت خرسند همین دوستا آمده امروز در نوروز فستیوال در سال آینده همه نوروز شود بهتر شود. ما با زبان خود با مدنیت خود با عرف و عادت‌های تاجیکی خود همه نوروز کنیم و همین نیت میکنم و میخواستم که همین نیت رو برسیم همه نیت همه ما است. مبارک باشد. ببینید نوروز با زنها زیباست. همه زنها لباسای زیبا دارند که این هم یک رمز نوروز است. السلام علیکم. آرزوهای نوروزی شما خیلی جان. شما هم همچنین. نوروز مبارک. چی آرزوها دارید؟ همین آبادانی شود، خرسند شود، همه وقت بهار باشد. بهار باشد، زیبایی باشد. تشکر زیاد. عالم جانکا خودشان زیبا، همسرشان زیبا، زندگیشان زیبا و زیبایی را دوست می‌دارند. آفرین. مبارک باشد نوروز. نوروز به شما به گذر اوهایو به تاجیکای گذر اوهایو مبارک. نوروز 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 مبارک. هپی نوروز. نوروز مبارک. نوروز مبارک. نوروز مبارک. نوروز مبارک. هپی نوروز. برادران نوروز مبارک. سلام علیکم. نوروز مبارک. شما از کجا هستید؟ از سمرقند. چی آرزوهای نوروزی دارید؟ چه آرزوها؟ آرزوها
چی گفتن میخواست به همه تاجیکای و فارسی زبانای و به تاجیکای گذر؟ نوروز مبارک شود همه با همه لنساق سلامت ایمساق و نوروز خطیب بایرام شده. رحمت. لباستون بسیار آریایی است تاجیکانه. خب دوستان عزیز، این جشن نوروزی را کوشش کردیم که با همه حشمت و زیباییش به شما نشان دهیم. خیلی جشن زیبا، خیلی جشن سیرودم. Tajik, our friend, Mr. Marufi, would you please stand up? Please. Mr. Marufi is always supported our events and has been utmost generous. He bought almost 1/4 of the tickets for his friends and family, so we very much appreciate your generosity. Thank you, my friend. Thank you so much. سپاس دوستان عزیز، خوش آمدیدتان. ما همه دوست و برادر هستیم. با امروز نوروزی عجم را قید میگیریم. ما همه دوست و برادر، یار و آشناییم. همه یکدیگر را دوست می‌داریم، وفا داریم. همه سوی ملت کار کردیم، از برای ملت خوب پرچم ملت بود شادمان در قلب همه. نوروزتان پیروز باد. همه وقت خرسند باشیم، رقص و تماشا میکنیم. تشکر. فقط میخواستیم نوروز رو تبریک بگیم، انشالله که با شادی و خوبی شروع میکنیم. و این تاخیر رو در سر کنید. بیا کلاتم بسه سر. ما شدیم تاجیک امشب. آره امشب. میدونید ایرانی های تاجیک ها اینا ملت دیگر نیستن، اینا یک ملت هست. اما میدونم. خب ما تو ایران هم چیز داریم دیگه، متفاوت داریم. قوم‌های شما مثل زنهای خوجند هستید. کجا؟ خوجند، سوخت. کجا چی هست؟ خوجند این شمال. شما به زنهای بدخشان مانندی دارید. آره چه بیا یه عکس از من اینجا بگیر. اوکی بیا گل سرت هم بزن. این لباسی لوری نورآبادی. واو، در تاجیکستان هم نورآباد هست. بله. این دختری نورآبادی است، چه خیلی زیبا، چه خیلی زرین، خیلی زیبا و زرین. نوروز مبارک. نوروز مبارک مامی. آفرین.
This one again, so enjoy it. I'm
خدیجه جانم سراغ من دیمت ترا خدیجه جانم سراغ من دیمت ترا خدیجه جانم خدیجه جانم من اشت ناجکش دیدم خدیجه جانم اطلس از آسمان سری کن گریه یارم اطلس از آسمان سری کن گریه یارم نناکی بند کردنی کن گری دوست دارم نناکی بند کردنی کن گری دوست دارم چین چین دامن بگیرم سر رو گردی چین چین دامن بگیرم سر رو گردی مگر میزونی خدیجه جمع دردی If you know the words, sing. دوستای عزیز اینا نوروزی امساله 2023 با آخر رسید گویمان بشد. یک گل زیبا را بینید بعد برادری ما بینید که چی میگویند. دوستان عزیز بار دیگر نوروز مبارک میگویند که یکی از رمزهای اساسی نوروز این سومنک است و در
سینسیناتی ایالت اوهایو در گذر توجیکو که دیشب شب در روز خانمان سمنک پختند. این سمنک رو به مهمانان تقسیم کردند و ما با چشیدن این سمنک آرزو میکنیم که خداوند ما را به این نوروز و به نوروزهای دیگر برساند. یکی در اصلا وقت در نوروز وقتی سمنک رو میچشند آرزوهای نیک میکنند و من با همین آرزوی خوشبختی و تنصیحتی و خانه آبادی هر یکی ما و شما این سمنک رو میچشند. یعنی شیرین است خیر خیلی بامزه است و میگویم ای خداوندی زمین و آسمان تا به نوروزی دیگر ما را رسان.